درود بر استاد عزیز. اه، یه دو تا مورد شرطی شدگی دارم که توی فیلمم بهشون اشاره کردید. یکی این که من کتاب خوندم، بعد نفسم اونطوری شده. بعد صحبتم که میکنم با دوستام، حالا یه 4 تا کلمه از اون کتابه به کار میبرم. دوستام هم با القاب مختلفی منو حالگاه وقتی صدا میدنن، عارف و شیخ و فلان و اینا، و این توی من موند. بعد و من کلا اینطوری توی من موند و نفسم اینطوری شد. این یکی الان آزارم میده. کلا من بچه ها میگم اینطوری منو صدا نزنید. من چند بارم بهشون گفتم کلا طریقتی که توی اینه من انجام ندادم، فقط یه چیزی خوندم. این یه موردی. مورد دومم این که مثلا جایی که میرم، حالا مثلا یه پولی توی صندوقی میندازم یا کاری میکنم، دوست دارم دیده بشم، که حالا مثلا طرف بهم میگه ها فلانی خیر میکنه فلان میکنه. یه اینطور حسی هم توی وجود من هست. این شرطی شدگی ها رو خواستم بهتون بگم، ببینم حالا نظرتون چیه، من چیکار کنم. خب عزیزان دل، سوال خوبی پرسیده. در واقع خیلی کم پیش میاد سوالای اینجوری پرسیده بشه. این نشون میده به خوبی آموزش ها رو دنبال کرده و دنبال این نیست فقط بفهمه کجاش گزگز میکنه، کجاش فسفس میکنه وقتی فایل گوش میده یا تکنیک انجام میده، کجا انرژی داره میچرخه یا کف دستاش میخاره، چه معنی میده و از این حرفا. برخلاف 99% مردمی که وقتی توی مسیر خودشناسی قرار میگیرن تو اون بعد فیزیکیش محدود میمونن. یعنی فکر میکنم فقط حس کردن هاست، فقط اینکه مثلا جریانات انرژی رو بفهمنه. ولی این عزیز دلمون اصل کاری رو بهش رسیده و پی برده و سوالش خیلی خوبه. هرچند این فقط سوال تو نیست، یعنی مشکل تو نیست، این مشکل ذهن همه است. ذهن کلا همین جوریه، در اشکال مختلف، در هر شکلی، در هر نوعی، مال همه همین جوریه. یعنی نیست بگیم فقط تو روی زمین اینجوری. 99% آدما به جز اونایی که روشن ضمیرن همینن. یعنی یه کاری میکنه حتما باید یه عده بدونن این یه کاری کرد تا بهش بگن آدم خوبیه، آدم با گذشتیه، آدم خیریه. اینجوری خودشو نفسشو ارضا میکنه، پیش خودش حس با ارزش بودن میکنه، حس میکنه مفیده، مفید بوده. و وقتی دیگران بهش احترام میذارن به خاطر کاری که کرده و نشون داده، باز یه جور دیگه خوشحال میشه، باز کیف میکنه. کلا دنبال کیف کردن، حالا به هر طریقی که هست. این یه نوعشه. یه سری هم داریم برعکسن، یعنی برعکس اینن. مثلا اگر کاری هم میکنم به اصطلاح خیری میکنن یا کار مفیدی انجام میدن، کمکی میکنن به یکی دیگه، میگن آقا اسمی از ما نباشه، مثلا کسی ندونه، در خفا اصطلاحا کمک میکنن. اون هم یه مدلشه، هیچ فرقی نداره. یعنی در اصل هیچ اهمیتی نداره شما اون کمکی که میکنی کسی ببینه یا نبینه.
مهم اینه تو چجوری خودتو فریب دادی، تو به چی خودتو بستی. ضمن این که اینا همش تلاهای نفسه، هیچ فرقی نداره. شما به هر حال اگه بخوای کاریو بکنی بکن، بی منت بکن، یا کاریو نکن کلا، یا اگه اون کار رو انجام میدی به خصوص کار خیریه، کمکی میخوای بکنی، بی منت بکن، بدون چشم داشت، انگار برا خودت کردی. دیگه اون موقع دنبال این نیستی حالا تو خفا باشه یا جلوی جمع باشه یا دیگران بدونن یا ندونن. اون موقع اهمیتی نداره، هر کدومش اتفاق بیفته مهم نیست. مهم اینه تو میدونی برای خودت کردی اونو. درسته برای یکی دیگه است، ولی اونو خودت میدونی، اونو خودت دونستی و اون کارو کردی. و این یعنی کار بدون منت. یعنی چی؟ یعنی حتی اگه اون آدم ازت تشکر هم نکنه، تو باز خوشحالی. حتی اگه اون کاری که کمک بوده، هر چی بوده انجام دادی، تو رو به سگم حساب نکردن، تو حالت خوبه. هیچ احترامی هم برات نذاشتن و هیچ تشکری هم ازت نشده، هیچ قدردانی، هیچ. باز تو حالت خوبه، باز تو اوکی، باز تو راضی از خودت. چون میگه من این کارو برای خودم کردم، برای این نکردم که تشکری بکنم یا بعدن اعتبار بخرم، بعدن برام کاری بکنن اگه منم کاری داشتم. این یعنی بدون منت کاری کردن. و قشنگترین چیزی که یک انسان میتونه تجربه کنه تو زندگیش بدون منت کار کردنه. هر انسانی یک بار همین رو تجربه کرده باشه میفهمه من چی میگم. ولی وقتی با منت کاری رو انجام بدی، هر چقدر در ظاهر بی منت باشی، باز خودت تو رنج و عذابی، هیچ فرقی نمیکنه. از فرداش همش ذهنت درگیر اینه این چرا تشکر نکرد، یا تشکرم کرده باشه، این کی جبران میکنه، کی یه فرصتی پیش بیاد دینش رو ادا کنه. پس کو احترامی که باید بذارن برای کارایی که کردم؟ همش خودتو خنجر میزنی. شاید هم در ظاهر بی منت بودی، مثلا جلوی اون آدما گفتی آقا این بدون چشم داشته، بدون منت، هیچ حرف و حدیثی نیست، برای خودم کردم. بیرونی میتونی فریب بدی آدما رو، درونی ولی نمیتونی. آگاه کسیه که میدونه اگه کاری بکنه برای خودش میکنه، اگه کاری هم نکنه برای خودش نکرده. عذابش اونجاست. اون دیگه از این ناراحت نیست چرا تشکر نکردن، چرا بیشتر احترام نذاشتن، چرا رفتار طرف تغییر نکرد، چرا کسی من رو به سگ حساب نکرد بعد این همه کمک. آدمی که آگاهه اونا رو از خودش میدونه، میگه اگه من الان کمک این نکنم در حق خودم بدی کردم، چون میتونستم با کمک کردن به این حداقل خودم احساس شادمانی بکنم، احساس کنم مفید بودم برای یکی، خودم لذتشو ببرم از کمکی که کردم. حالا گوره بابای طرف حالا بخواد تشکر کنه یا نکنه است مهم نیست اصلا، یا اصلا طرف ارزش قائل بشه یا نشه. و این قضیه. و من اینجام که به شما یاد بدم اگه کاری میکنید برای خودتون بکنید، بی‌منت اگه کاری میکنید بکنید، بخصوصا اگه بحث کمک کردنه. وگرنه نکنید اگه میدونید که قراره بعدا رنج بکشید و هی تو ذهن خودتون رو شکنجه بدین چون انتظار و توقع دارید، اصلا سمتش نرید. کمک نکنید. آقا چه کمکیه که شما کمک و حمایت فرق داره با لطف.
خیلی ها فکر میکنن کمک کردن و حمایت کردن یعنی لطف کردن به یکی. این دوتا کاملا متفاوتن. کمک و حمایت کردن، ساپورت کردن داوطلبانه است. شما داوطلبانه یک کار رو انجام میدی، حتی هم اگه بهت هم گفته باشن داوطلبانه هم نباشه، در اون فرمته. یعنی شما اصلا حق نداری هیچ گونه چشم داشتی، حتی داشته باشی اصلا هیچ انتظاری، هیچ توقعی، مثل نوکر، مثل حمال وظیفت اون کار رو انجام بدی، در آخر هم تو تشکر بکنی، تو خوشحال باشی، تو هم بگی دمتون گرم. با عشق اون کار رو انجام بدی، اونجوری برکت اون کار برای خودت هم برمیگرده. طور دیگه ما آدمای خوب زیادی داریم تو جامعه. طرف میگه من آدم خوبیم، من به همه کمک کردم تا حالا، من اصلا بدی برای کسی نخواستم، به هر کی رسیدم کمک کردم، ولی نمیدونم چرا هر چی بلا سر من میاد، هر چی بدبختی مال منه. چرا؟ چون بدون چشم داشت نبوده، با عشق نبخشیدی، با عشق نکردی. حتما یه چشم انتظاری بوده، حتما یه توقعی بوده، شاید بهش آگاه نبودی، حتما توقعی داشتی توی کارات، برای همین هیچ برکتی نصیبت نشده بابت هیچ کدوم از کارات، حتی اگه اون کارات کمک کردن به دیگران بوده. و این نفس این مدلیه، کاری میکنه که شما حتی اگه کار خوبی هم بکنی باز تو سر خودت بخوره. ولی وقتی بی‌منت یه کاری بکنی با عشق، با دید این که برای خودم دارم میکنم، با دل و جون مایه بذاری، از تمام وجودت عاشقانه کمک بکنی به طرف و بعد فراموش کنی برای همیشه، انگار اصلا همچین قضیه‌ای نبوده، انگار اصلا وجود نداشته اون روز، اون کارها اصلا انجام نشدن هیچ وقت، اینجوری فراموشش بکنی، اون وقت اون انرژی آزاد میشه، اون عشقی که دادی آزاد میشه، برمیگرده توی زندگیت. وگرنه تا اون لحظه ای که هی منتظری و هی بهش فکر کردی و هی تو ذهنت بیاد و بره، یادت باشه، کثیفش میکنی، انرژی هم خراب میکنی، خرابه برمیگرده تو زندگیت. این از بحث کمک کردن. پس کمک بکنید ولی مثل آدم کمک کنید، یعنی انگار برای خودتون کردین. اینجوری شما رشد میکنی در ازای کارهایی که میکنی، اینجوری حتی در ازای کارهایی که نمیکنی هم رشد میکنی. نباید ذهن بیاد وسط، ذهن بیاد وسط کارو خراب میکنه. پس اگه دیدین داره ذهن میاد وسط، قضیه رو به سمت خودتون برگردونید، بگید برای خودم میکنم، کاری اون ندارم، پس من هر چقدر این کار رو بهتر و قشنگتر و عالیتر انجام بدم، کیفشو خودم میبرم بعدا، اصلا گورو بابای طرف. اینجوری اگه بری جلو برنده ای، طور دیگه بازنده ای، حتی اگه کمک کرده باشی. طرف بهش کمک میشه ولی تو انرژی بدی برات برمیگرده، چون خودت حس بدی داری، خودت فکر بدی داری، خودت کار رو معامله ای انجام دادی، فکر کردی معامله است، منتظری، در صورتی که باید بالکل فراموشش کنی. و وقتی یکی ازت کمکی میخواد یا ازت کمکی نمیخواد، مستقیم اصلا کمک نمیخواد، غیر مستقیم کمک میخواد، مستقیم بهت نمیگه فلانی بیا کمک کن، غیر مستقیم میاد بهت میگه یا آقا ما همچین مشکلی داریم، همچین مسئله‌ای داریم. شما اگه خالصانه، بی‌منت، بدون چشم داشت، با خلوص نیت کامل، بی ذهن، با عشق و دل و جون رفتی جلو، دیگه دنبال این نیستی بهت احترام بذارن، دنبال این نیستی بگن دمش گرم، دنبال این نیستی بگن یادشون بمونه، اصلا دنبال این نیستی جبران بشه، دنبال هیچی نیست. کار رو به بهترین شکل ممکن گردن خودت هم میشکنی، اون کار رو انجام میدی
بعد فراموش میکنی، به خودت هم میگی دمم گرم. خودم رو جر دادم، کمک کردم، دمم گرم. تموم شد رو. کاری که من کردم تا حالا برای همه. من هیچ وقت بابت پولی که میگیرم کار نمیکنم. همیشه فراتر از پول کار کردم. پول گرفتم، همیشه هم میگیرم. خیلی وقتا پولم نگرفتم، ولی نمیام به حساب کتاب کنم بگم الان خب به اندازه فلان قد ببخشم. کاری اصلا به پول ندارم. بحث مرگ و زندگیه برای من همیشه. وقتی وارد صحنه میشم جوری وارد میشم انگار الان تمام جهان هستی به کار من بستگی داره. الان تمام دنیا به مسئله من بستگی داره که من چجوری این مسئله رو هدایت میکنم یا انجام میدم. اگه بد انجام بشه دنیا اصلا میباشه. اینجوری وارد قضیه باید بشی. کمک کردنت هم باید همین شکلی باشه، نه اینکه حالا بخوای کمک کنی به یکی، حالا از فردا اینا رو هم شنیدی میخوای حالا مثلا منت نداشته باشی و ششناش نداشته باشی، از طرفی باز ته ذهنت ناراحت باشی، بعد بخوای اون کار رو انجام بدی، بیای حالا این دفعه با اکراه و به زور و 10 نفرم دق بدی تا بخوای یه کار بکنی. نه، اصل موضوع رو باید بگیریم، ببینید من چی میگم. این در خصوص کمک کردن، در خصوص خیر کردنه. اولا که خیر میکنید پول تو صندوق صدقه نندازید، چون میره یه جا دیگه. اون حمایت از فقرا نیست. کمکی که میخوایم بکنیم به یکی در جایی نریزین اونو، حالا به اسم صندوق صدقه است، به اسم نمیدونم انبار فلانه، به اسم صندوق فلانه، کلا جایی پولو نریزین. بگردین ببینید دوروبریاتون یا افراد آشنا، آدم‌ها، حالا دوروبریاتون هم نبود، ببینید انسان‌هایی که زندگی میکنن کیا به پول نیاز دارن. پول مستقیم بدین به خود طرف، به جای اینکه بندازی تو یه تیکه آهن که بعدا معلوم نیست چی میشه. پول مستقیم بده به اونی که باید بدی. این از نوع صدقه داریم. پس اصلا پولی به مؤسسات خیریه ندین. اینا مؤسسات خیریه نیستن. مستقیم کار با آدما بکنید. این از این. یه مورد دیگه که همه هم درگیرشن همونیه که گفتی. این که مثلا یه کتابی رو میخونی، یه ذره اطلاعات جمع میکنی از یه موردی، در مورد یه چیزی، میری اونو تو جمع دوستانت یا فامیل های مهمونی، یه محفلی، یه داستانی، سوال پیش میاد یا بحث پیش میاد، شروع میکنی به صحبت کردن. چند نفر لذت میبرن، میگن به به، چه عجب. اونجا چه اتفاقی میفته؟ فکر میکنی تو خدای روی زمین. فکر میکنی الان از همه آدم ها نه تنها بیشتر میفهمی، بلکه به چیزی رسیدی که هرگز هیچ کس بهش نمیرسید. اینا هم احساساتیه که چیکار میکنه؟ باعث ایجاد غرور میشه در تو. حس غرور رو تکبر میکنی. وقتی حس غرور رو تکبر کردی دیگه راضی نیستی هم سطح آدما باشی. دیگه مثلا لقب نداشته باشی راضی نمیشی که. اون غرور و تکبر باید یه تمایزی قائل شه. برای همین خوشحال میشی که بهت بگن مرشد، خوشحال میشی بهت بگن استاد، خوشحال میشی بهت بگن پیغمبر، خوشحال میشی بهت بگن خدا. کیف میکنی از اینکه لقب عجیب غریبی بذاری رو خودت. نمیدونم بتمن، مرد شب، آگاهی در سایه، یه مزخرفات رو خودت میذاری و بعد تو همون مسیر شروع میکنی ادامه دادن. بعدم با یکی که واقعی اصل کاری روبرو میشی، اون موقع میفهمی بابا تو اصلا هیچی نیستی.
اصل کاری اینه. و اونجا رنج و عذابت شروع میشه، درگیریت شروع میشه در درون. هر چقدر هم این قضیه گنده تر بشه، شکستن این تصویر و تجسم در ذهن دیگران سخت‌تر میشه. مثلا بیشتر افراد میبینی طرف سالیان سال تحت یه عنوانی صداش کردن، الان برای خودش سخته بخواد پیش این مردم دوباره به حالت طبیعیش برگرده، همش مجبور نقش بازی کنه، وگرنه دیگه احترام نمیذارن بهش، چون اونا اون شخصیت رو میخوان که اون لقب است. اگه اینجوری دیگه رفتار کنه دیگه بهش احترام نمیذارن، که ازش خوششون نمیاد. برای همین مجبور طرف محکوم به این که تا آخر عمرش فیلم بازی کنه تا دیگران رو داشته باشه. یه دم برعکسن، یه دم طور دیگه رفتار میکنه. مثلا میان همینجوری کتاب میخونه، یا اصلا یه تجربیاتی هم داره، یا شروع میکنه حرف زدن و 2 کلیپ میذاره و 4 حرکت میره و فلان. بعد که 6-7 نفر جمع شدن، یه عده‌ای جمع شدن، جمعیتی ساخت و بعد چه کردن ها شروع شد، بهش گفتن استاد، میاد چیکار میکنه؟ میگه به من نگین استاد، به من نباید بگین استاد، به من نباید بگین مرشد، من مرشد نیستم، من استاد نیستم، من هیچی نیستم. اینا چیکار میکنن؟ اینا از این طریق میخوان نفسشون رو ارائه بدن. این هم خود نفسه، این هم خود ذهنه که میگه من استاد نیستم، هیچی نیستم. در واقع درونن خودشو همه اونا میدونه، منتها پیش دیگران میخواد خودشو متواضع نشون بده. اینجوری میخواد این دفعه دیگران رو فریب بده، میخواد پیش دیگران نشون بده ببینید من چقدر خاکیم، ببینید من اصلا دنبال هیچی نیستم، ببینید من چقدر با شما یکیم، خودم رو برتر نمیدونم. بعضی هم اینجوری خودشون رو فریب میدن و دیگران، که این هم خود ذهنه، خود نفسه. خیلی ها اینجوری خوشحال میشن، خیلی ها طور دیگه خوشحال میشن. مهم آگاه شدن به نفسه. مهم اینه که تو آگاه بشی به اینکه اینا بازیای ذهنه، بازیای نفسه. مهم نیست کدوم انجام میدی یا کدوم انجام نمیدی اصلا. مهم اینه آگاه باشی به اینکه کاری که داری انجام میدی فیلمه، نقشه، ذهنه، حقیقتی درش نیست، فیکه. این مهمه. وقتی به این برسی دیگه اون موقع اصلا مهم نیست هر چی انجام میدی انجام بده، چون میدونی که فیلمه، حقیقتی درش نیست، نمایش همش. و ذهن خیلی زرنگتر از شماست که بخواین با تحلیل کردن و تجزیه و تفکر بخواین دورش بزنید، چون شما خودآگاهین، اون تبدیل شده به ناخودآگاه. فقط با شاهد بودن و بی تفاوت بودن به فکر شما میتونی از چرخه افکار خارج شی. اهمیت نداشتن براته چیزها وقتی بی اهمیت باشن، اون وقت ازشون رها میشی. و یعنی تا زمانی که برات مهم باشه دوستان تو رو دانا میدونن یا نمیدونن، شما گیری. تا زمانی که برات مهم باشه تو جمع دوستانت آدم باهوش و زرنگی باشی، شما گیری. بعضی این کارا رو میکنن که کم نیارن پیش دیگران، نگن طرف حالیش نیست. بعضی ها هم این کار رو میکنن برای خودنمایی. مهم نیست برای چی کار میکنن، مهم اینه که دروغن، فیلمه. حالا تو خیلی خوبه به این آگاه شدی. خیلی ها الان اساتیدن، پیج دارن با صدها هزار نفر فالوور، هنوز به اینا آگاه نشده. من نشون میده آموزش‌های ما به خوبی کار کرده. این چیزایی که گفتی تجربه کردی، فقط تو تجربه نکردی، همه دارن تجربهش میکنن، ولی تو شجاعتشو داشتی اومدی گفتی.
دیگران شجاعتشو ندارن بگن. دوست دارن بی سر و صدا حلش کنن مسائلشونو، چون از مسخره شدن میترسن توسط دیگران. توسط دیگران دوست ندارن احمق دیده بشن. یکی بهش میگه احمق رو نگاه کن، ببین چی داره میگه، خوشحال شده از چی، یا مثلا به چی مینازه. دوست ندارن مورد قضاوت قرار بگیرن. ترسوان، بزدلن. ولی تو شجاع بودی، باهوشی، اومدی اینا رو مطرح کردی و راهکارش همینه، اینکه آگاه بشی به اینا که همش چرنده، همش نمایشه، خودفریبیه، فکره، همش فکرن و تو فقط باید بی‌تفاوت باشی، با هیچ چیزی هویت نگیر. مهم نیست دیگران چی صدات میکنن، مهم اینه تو پیش خودت هویت نگیری با چیزی. وگرنه دیگران که تو از زمانی که به دنیا آمدی اسم گذاشتن رود، مثل اسم تو گذاشتن تقی. هی بلند میشی تقی، تقی بیا اینجا، تقی اینو بخور، تقی برو اونور. اونقدر بهت گفتن تقی، مغز و استخونت فکر کرده تقیه. بین 1000 نفرم باشه یکی صدا بزنه تقی، اول نفری که برمیگرده تویی. چرا؟ چون فکر کنی تو رو صدا میزنن، هم هویت شدی با اسم تقی. من مثال این. خب مگه اهمیتی داره دیگران به تو میگن تقی یا نقی؟ مهم اینه تو در درون یه کشته باشی، رها شده باشی ازش، و وقتی ناخودآگاه یه جای رد میشی، یکی با صدای بلند داد میزنه تقی و تو بر نگردی، اون موقع متوجه میشی که این قضیه از خون تو پاک شده، از وجودت رفته بیرون. و تا زمانی که بر میگردی یعنی هنوز رود نسبه. فقط وقتی باید برگردی که اون یه چیز دیگه صدا کنه، اون اسم دیگه ای که روته صدا بشه، که اون میفهمی اون موقع ذهنت اینه، اون دفعه باید از این رها شی. و به این میگن سکوت. زمانی که هیچ صدایی نتونه تو رو برگردونه، اون موقع یعنی تو رها شدی کامل. وگرنه تو وقتی هم هویت باشی با یه چیزی، خب اون چیز مطرح بشه تو رو برمیگردونه. الان مثلا تو مملکت ما تو ایران از هر خانواده یه نفر اسمش محمد، یکی علیه، یکی حسن، یکی حسین، یعنی این 4 تا اسم تو هر خانواده ای هست. شما تو خیابون پر جمعیت که با صدای بلند داد بزنی محمد، امکان نداره هیچکی برنگرده نگاهت نکنه. از 100 نفر 90 نفر برمیگردن یا بگه علی یا حسن یا حسین، فرقی نداره. مثلا تو بگو کریم، بگو رحیم، بالاخره هر چی هم بگی 4 نفر بیشتر برمیگردن. این یعنی تکراریه. تکراری هم هست ولی برای ناخودآگاه اون انسان تکراری نیست، اون فکر میکنه اونه. شما با صدای اون اسم صدا بزن، طرف چرا برمیگرد؟ چون فکر کنه اون صدا زدن، در صورتی که شاید طرف اصلا داره اون دیوار میگه فلان، تو چرا باید برگرد؟ موضوع اینه که هم هویتن و اصلا مهم نیست اینکه شما اسمش چیه، چون شما نمیتونی اسمی داشته باشی. چرا نمیتونی اسمی داشته باشی؟ چون زمانی که مرگ میاد سراغت، که هر لحظه ممکنه بیاد سراغت، ازت نمیپرسه اسمت چیه، فامیلیت چیه، دینت چیه، تو کلت چی گذشته، چی یاد گرفتی، چی یاد نگرفتی. کاری به هیچی نداره، هیچ استثنایی قائل نمیشه برات، هیچ تخفیفی نداره. موقع مرگ موقع کار کردن نیست. آب دستت باشه باید بذاری زمین و بری. اون موقع میفهمی که تو کل عمر رو تو از دست داده بودی به خاطر اینکه خودتو شبیه دیگران بکنی، شبیه دیگران باشی که دوستانت رو از دست ندی، دوستانت تو رو بپذیرن، تاییدت کنن.
که همرنگ جامعه باشی، جامعه طردت نکنه، احترام بذارن بهت، قبولت داشته باشن، عادی باشی. موقع میفهمی هیچ زندگی نکردی، توی یک جریان سوختی. زندگی فقط مال افراده، مال جامعه ها نیست، مال جوامع نیست، مال فردیته، مال فرد هاست. افرادی که فردن توی یه گروهی که 10 نفرن، عین 10 نفر اسمش احمده، عین 10 نفر مردن، پیشا پیش مردن، اصلا زنده نیستن. توی اون 10 نفر اونایی زندن، اونایی زندگی میکنن که میگه اصلا احمد کیه؟ من من اصلا وجود ندارم، احمد کجا بود؟ اون فرد شده، اون فردیت داره، اون میتونه زندگی کنه. ما بقی نه، ما بقی اصلا مرده متحرک اصلا وجود ندارن، اصلا زندگی نمیکنن. طبق جریان ها هدایت میشن، توسط رسانه هدایت میشن، با رسانه موافق یه چیزی میشن، با رسانه مخالف یه چیزی میشن، با رسانه یه چیزی رو دوست خواهند داشت، با رسانه یه چیزی رو بد خواهند داشت. با رسانه گوه میخورن، با رسانه گوه نمیخورن. مثل ساده است. کافیه تو اینستاگرام ببینه دانشمندا ثابت کردن تو خری، قشنگ کامنت میذاره به به چه چه، ثابت شد من خرم. کافیه تو اینستاگرام ببینه دانشمندا ثابت کردن تو دم داری، میگرده تو آینه ببینه دمش کجاست. یا حالا دانشمند نباشه، هر کی دیگه باشه، آدمیه که در ناآگاهیه، در نقشه. زمانی که آگاه میشی از نفس، از ذهن، واسه کاری که الان کردی نسبت به این دوتا شرطی شدگی که گفتی، دوتا قطعه از نفست آگاه شدی، اون وقت ازشون میفهمی چجوری باید رها بشی. خود اون آگاه بودن خودش 50% رهات میکنه، 80% رهات میکنه، 30% باقیش هم خورده راجبش فکر کنی، بفهمی فیلم نمایشه، یا از این صحبت های اینجوری بشنوی، رها میشی.